طبیعت بیشناسای تاجیکستان و پرارزشترین ثروت‌های ملی و نعمت‌های مادی بودند. حفظ و معرفی شایسته آن شرط مهمی رشد آینده ملت می‌باشد. باید هر یک شهروند مملکت برای حفظ طبیعت و پاکیزگی محیط زیست مسئولیت بلند احساس نماید. وابسته به این، حکومت مملکت در سیاست پیشگرفته خود به مسئله‌های بهداشت محیط زیست و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی دقت جدی داده، آن را یکی از سمت‌های اولین درجه سیاست خود معین نموده است. برای تحقیق مستمر برنامه تمام امکان و ذخیره‌های تعلیمی و تربیتی باید وسیع استفاده شوند تا که هر یک شهروند جمهوری برای حفظ طبیعت و پاکیزگی محیط زیست مسئولیت بلند را احساس نماید. جمع‌آمد بین اداروی اوید به نتیجه‌گیری از تطبیق برنامه دولتی کمپلکسی رشد تربیت و معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان در دوره تا سال 2020 و آماده نمودن پیشنهادها جهت تهیه برنامه نو برای دوره سالهای 2021-2025 که در شهر دوشنبه برگزار شد بررسی گردید. تاکید شد که بهر بهداشت حفظ طبیعت و پاکیزگی محیط زیست حکومت مملکت تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. برنامه مذکور توانست برای تحکیم بخشیدن دانشجوی اکولوژی و معرفت‌نام نمودن اهالی جمهوری تاجیکستان سهم. باید گفت که امنیت اکولوژی از رفتار هر نفر نسبت به طبیعت شروع می‌گردد. از این خاطر سایقل دادن معرفت اکولوژی برای نگاه داشتن طبیعت به نسل‌های آینده خیلی مهم و سروقتی ارزیابی می‌شود. با این مقصد دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه نقشه دارد که در یکجایی با کمیته حفظ محیط زیست برای سال‌های آینده برنامه نو تهیه نموده بابت عملی شدن آن سهم گذارد.